شب ساعت تخمینا 1:07 زمین لرزه در حال زمین لرزه. من هم خیلی خونه هم خیلی علقده غلطیدگی چپشدگی من جایی استخامت نیست. خونه همه در پرنده نمیشه دیگه زندگی کردن، همه چپشدگی. اینجا دهه پالدورک ناحیه کوهستانی مسچو است. زمین لرزه شدید شب 23 مارس ساکنان آن را از خانه ها بیرون آورد. این ماشینا در این احوال یا علاج کرده همیشه روز کردن در همین ماشینا همین حال جای خوبش همیشه بشه روز در همین جو کرگی هم کودک همش کودک یوش جای خوب من احوال زمین جنبی اینچنین منطقه رشت و شهر دوشنبه را تکان داد. مرکز آن کمی دورتر از دهه پالدورک بود و ضرری اساسی را هم این مردم دیدند. اونا هم علاقه زندگی کردن نمیشد. همین وقت حاضر یکم چیز نیست، یکم مقامات چوره‌جویی نکرد. ساعت 1 شب تا نمی تخمینا روز ساعت 8:33 شده نه یکم این چیز نه یکم چیز در حال مردم با خبر نیست. ساکنان ضرر دیده از مقامات و سازمان‌های خیریوی کمک می‌خواهند. حکومت از تأسیس کمیسیون ویژه خبر داد و گفت نخست وزیر به جای حادثه رفته است. مقامات وعده می‌دهند که ضرر دیدگان را تنها نمی‌گذارند. قانونگذاری که هست حتما هنگام رخ دادن حادثه طبیعی به ضرر دیدگان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان حتما یاری رسانده میشه. به گفته ساکنان بجز دهه پالدورک زمین لرزه به دهه‌های پاکشیف، دهمنوره، خودگیفیشانها و راغ هم آسیب رسانده است. در 2 روز اخیر این سومین زلزله سخت است که ساکنان تاجیکستان را می‌ترساند. شام 21 مارس لرزه‌های زمین یک قسم ساکنان را مجبور کرد که خانه‌های خود را چند ساعت ترک کنند. تاجیکستان در منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. به این خاطر کمیته حالت‌های فوق‌العاده به ساکنان هشدار می‌دهد که همیشه به چنین حالت‌ها آماده باشند. ولی حالا مردم ضرر دیده از حکومت یاری می‌خواهند. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.